یو چطوری بچه؟ من امیرعلی هستم و خیلی خواهش اومدید به پارت هفتم بازی ووچانگ. بچه من واکتور گرفتم و هاردم پر شد دوباره مثل اون ویدیو قبلی و توی یه هارد دیگه چی کردم برای همین نشد. ما وارد یه دریچه شدیم. کلا تو این بازی 3 تا از اون دریچه است، براتون توضیح میدم الان. شما برای یه تروفی هست و یه جایی ممکن شما با اون درا دروغ بگین. اگر راستشو بگین یعنی درست صحیح رو انتخاب کنی، گزینه صحیح رو بهت یه آیتم میده. ولی اگر گزینه دروغ یا همون غلط رو انتخاب کنی میبرتت مثل من توی دنیای دیگه و با لوت کنی و اینا. الان ما اومدیم اینجا و این نمیدونم چی یه داده به ما و واقعا سکترهای ها من نمیتونم بزنمش. روز کوچک گرفت. یه دونه رد مرکری برمون میده، یه دونه فول گند بهمون میده. ما همینو میایم بیرون، سمت راست رو میایم داخل، چیزی نیست. سمت چپ همینجا یه دونه آدم بود. آره نظرل اینو میبینین، اون قایق رانه بود داره قبر میکنه. حالا اینجا یه سوال برای ما پیش میاد، داره قبر کیو میکنه؟ جلوتر بازی فکر کنم میفهم، باهاش حرف میزنیم. Can't you see? من I'm تو رو preparing نمیتونستم ببینم. Cross that final thread. فقط بهمون یه دونه چی میده و بازم ما باهاش Cross صحبت، that final. ولی دیگه نمیشه صحبت. حالا این منطقه رو که پاکسازی کردیم میایم باهاش صحبت و میفهمیم که چرا، برای چی داره گبر میکنه. خودم هم نمیدونم، یه جوری این شعر رو بری گفتم الکی. قرارش میده و همینو میایم بیرون. این چی شدم من؟ بچه ها اینجا جاییه که ما باز فایت رو قرار بزنیم و یکی از امه خراب و ما اصلا محلش نمیزنیم. میگیم برای خودت که اینو آروم میای بالا یواش. ای ساق جاکش. Judgment fall! شرق رو دراز میکن. اینو برش میبریم، بعدش اینم از اینجا برمیداریم و بیاین این بالا این آیتم هم برداریم، به دردتون میخوره. فایند ریده ما این رو لوت کردیم. الان میریم کجا؟ اون بالایی که اون مردک داره که میریزه ها، میبینیتش؟ کوش گمش کردم، خودم گمش کردم. نوکره اونا شد، دیدینش؟ چکر میشه اینا بچی، چون که دهنمون سرویس میشه. میشه اینا باشه. سریع همینو میریم بالا، بس جون داریم. اوکی همینو میریم بالا. سریع نگاه، سریع اما ندین که چیزی بکشه بیرون. اینو که زدیم تموم شد. بچه من تو اپیزود یعنی کامر آف اصلا حواسم نبود که بهتون بگم من اینو خریدمش اصلا اون پیرمرده و بهت ریکاوری جون میده. هر دمیجی که میزنی بهت جون اضافه میکنه و خیلی به دردت بخوره سر این باز که هر باز پایتی. من اگر یادتون باشه تو اپیزود پیش بهتون گفتم یه ستیو بخریم. الان بهتون ما یه اینتر دریمز بزنیم و من تو اپیزود پیش یکم که نه 2 تا لول، آره 2 تا لول بردم بالا آف کامرا و اینجا بودیم ما سر این قلب.
اینو باز کرد، نه اینجا بودیم ببخشید، این دوتا رو باز کردم من. یه دونه جون و یه دونه استم. و الان روی این دست ما اینو انداختیم با آتیش به دردمون نمیخوره داخل این یک اپیزود. ما میدونید چی کار میکنیم؟ ما میایم الان فعلا لوت میکنیم. نه میخوام سته رو نشونتون بدم بچه ها. این کلاشه، این لباس، این دست و این اپوش و این چیه؟ نوشته ریکوست. اوکی فعلا نمیتونم. Loves a strange beast. اول با فیلم با یه حرف میزدیم بعد میومدیم. من نمیتونم. خب بالا فعلا ولش میکنیم اینجا رو. پایینم لوت کنیم. بومبا چون من اولش فکر می‌کردم این هم بس حالا یکی از اینجا میام بیرون حواستون باشه داجه از این موجی هم من نشده بودم براتون ولی خب نداره. برمیداریم اینا لوت و از این سمت میاد اینو برش میداریم. این زنه فکر کنم باز زنده شد. نه ما الان چیکار کنیم؟ با باس فایت رو بزنیم تنها راش دیگه همون باس فایت هست. او من بالا خونه رو نگشتم اصلا همینجوری اومدم پایین. خب این برم بگردیم بیا تو دستم. اوکی یه اسپل جدید اسپوز این میخوره با حال باشه. نه بس ببینیم چی چند تا میخواد. نه باحاله دوست دارم. این چیه؟ من تو ذهنم درگیره. فهمیدم چی؟ نه نمیدونم چی. ببینیم چیه. باس فایت رو اظهار میکنی؟ نه اصلا مکانشو داره آماده میکنه. چیه تو سنگو مثل یه کله‌ایه که از توش یه چیزی خنجری شمشیری چیزی اومد بیرون. خب ما آبشو کشیدیم. نه یعنی اون منظور بعد شما برداشت بچه. خب ما از کدوم بر اومده بودیم؟ از این سمت. ما از این سمت اومدیم. بریم همینو از این سمت اومدیم. خدا نه از این سمت ما نیومدیم آجی. چرا مغزم یه لحظه رید؟ ما از همون سمت اومدیم. باز با اینم حرف بزنیم ببینیم دیگه صحبتی داره. Loves a strange beast. نه دیگه. خب ما علاقمون به هم خیلی شدیده کسی مثلشو ندیده. ما از این بر اومدیم. این اسکولا من دارم بچه ها بریم سراغ باس فایت. بریم سراغ باس فایت که قرار دهنمون سایدش. خب ما خنجر رو همه رو میذاریم. این که جونه این هم استامینه. نه آجی اینو میخوام تو رو میخوام با تو. بریم زهر مار یا الان همین الان. Let me show you. حاجی رفتم کجا؟ حاجی یه باس فایت دیگه میره زدنش قبلا. آیا آسان من
so eager now. یه ستی به ما داد و یه یه دونه هم مرکری بهمون داد. ای کاش ما که رفت بودن یه لول اپ هم میکرد. خب اینجا دیگه چیزی نیست. بچه ها یه لحظه بایستی ببینم من میتونم یه دونه لول اپ هم خودم بدم. 2000 تا. آره یه دونه لول اپ هم خودم میتونم بدم. در باز کنم. دو تا باس فایت محسوب نمیشه، این مینی باس محسوب. بریم بالا بچه ها. میخوام بهتون نشون بدم کامل، برای همین کات نمیزنم وگرنه الان براتون کاتش میزدم که راحت تر قشنگ برسیم اونجا سریع. میخوام نشونتون بدم کلا من میخوام کلا هر کاری که تو بازی میکنم شما در جریان باشین که مثلا یو نگین ای یه کار دیگه ای میکنه. نه الان ما بیایم رد مرکری بهمون. خب ما الان 2 تا داریم، با این میشه 3 تا. برای لول اپ بعد چند تا میخواد؟ 7000 خورده. بذاریم ببینم من نمیتونم لول اپ کنم. 7000 تا آخه ریدم. ای کاش نمیدونم. این 6000 تاش 6000 تاش هست میشه، یعنی میشه گایز. جون مادرش 100 شد. اوکی. خب اینم از 4 تا لول. ما الان 4 تا لول داریم، میتونیم اینو بدیم یه دونه شو، یه دونه این قلبی استریم. ما الان اوکی یه دونه ما اینتردریم بزنیم، اینتردریم و بریم سراغ باس فایت. باس فایت یه جوریه که کونتون پاره است. راحت تر از این نمیتونستم بهتون بگم راست یادش. برای باس فایتش هم من میخوام از این استفاده کنم با این و این نمیدونم چیه، با این آتیشه. از اینا من استفاده میکنم. اشتباه اومدم من از اینا استفاده میکنم بچه ها. حالا یکی رو بعد مثلث رو بگیری میتونی اسپل مربع اونا. یه شورتکات راحتی بهمون داد تو اپیزود پیش آخرش که من یادم رفت نشونتون بدم. شورتکات راحت و ایزی که ما میتونیم آیتمامون رو یوز بدیم. به درد اسپلز هم میخوره، خیلی میخوره. هم به درد اسپلمون میخوره، هم به درد آیتمامون. مثلث مربع یهو میگیریم، مثلا تو میخوای اونو بزنی آرتی آر بی، حالا آر دو منظورشه، آر دو آر یک و پری میتونیم بکنیم. ای ریدم من ندیم. خب این خنجر رو میکشیم بیرون. فکر کنم باس فایت میاد. آره آخه من این کاش یه کاری میکردم. That is sacred. اشتباه کردم. من اصلا حواسم نبود قبلی که بخوام بیام داخل باس فایت اونو استفادهش کنم و نصف جونمون به خاطر همین رفت. عیب نداره، اصلا عیب نداره.
خدا شکر بعد از 2 ساعت تلاش پی در پی کنپارگی های فراوان اون ووچان زنده شد. پای روی شهر داشتم و 4 سریع بازی اومدم داخل اول بازی. وای که من چقدر سر تو تخم سگ فلان فلان شده که فقط به من رد مارکری بمیدی. میگم کجام؟ Bless this endeavor and protect us from danger. چی میاده؟ آره هم دخترون خوبش You've got the look when Jiangshin is dead now. If you're heading that, I'll be waiting here. خسته If you're heading that, I'll be waiting here. انرژیم گرفته شد سر بازفایی تو جمون گرفت. خب الان ما با بریم سر کدوم شرا. نظر من اپیزود همینجا تموم کنم. خیلی بازی کن نه بازی که نه بازفای منظورم و اوکی آخرین شرایط اینجا جمهور رفت هم رفت این در که باز نمیشه. اوی دستش چرا اینجوری شده؟ وای چه دستش خشن‌تر شده. خب یه ست سکسی بزنیم. من میگم دوباره شورت حاجی نظرتونه؟ اوف حاجی تو فکر کن لباسم چیزی باشه اصلا لباس نشته. وای حاجی چی شورتش خوش. خب حالا این و خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودی. از اپیزود بعدی واقعا بریم دیگه برای ادامه ماجراجوییمون یا نه ادامه بدیم اپیزود نه ادامهش میدیم. خب الان ما با کجا بریم دقیقا همیشه به من توضیحش رو بدی. لول آپ یه دونه میتونی بکنی یه دونه لول آپ میتونم به اینا بدم نه اینو میدم تلپورت هستیم. خب بکنم رفتم میبی بر سمت شرایط اینو شد. You've finally woken. Fortunate time. While you were unconscious, take it slow. But tell me. So, I spoke with behind that. You've just one more thing. For days, he's been. One more thing. For days, he's been. That dream. I must. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. عشق من لایک کام سابسکرایب یادتون نره تا یه ویدیو دیگه. فعلا خدافظ.